شما میدونید که حضرت علی داماد حبیب خدا بود، شوهر فاطمه دختر دوستدار حبیب خدا بود که میگوید در چهره از حبیب خدا هیچ دیگرگونی نداشت، بی نهایت با حبیب خدا مانند بودم. میگوید بار دست فاطمه را گرفتم و خانه خسوری خود پدر یعنی فاطمه حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید، آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتند. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو بود، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کشتم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودن. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوک بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودن. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالن، اینها دخترهای هستن که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنن مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه که از زبان کشال بودن. فاطمه میپرسد اونها چگونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما اونقدر با ایمان شدن که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ میگه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من طاقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میشود. همین زنهایی که از زبان آویزانند زنهایی بودن که در دنیا شوهرها را آزار میدادند. شاید این صحبت من با یگان طایفه زنها نفارد، لیکن همون زنها ایستاده همین سخن پیغمبر خدا را کمی مقایسه کنند که آیا کدام مرد میخواهد که زن او را آزار دهد؟ کدام مرد میخواهد؟ همه وقت مرد میخواهد که زن او را نوازش کند، سخن خوب گوید، برای طعام خوب پزد، برای او لباسهای او را تازه کند،
برای این شوهر دادر و پدر و مادر را احترام کند. همه شوهر اینا میخواهند. دویم طایفه ای که آویزان بودن از زبانها زنهایی بودن که چی بوده است؟ شوهرها را با این زبان آزار میدادند. فاطمه میگوید پرسیدم ای حبیب خدا، زنهایی که تنها از سینه ها کشاف بودند اونها چه عذاب داشتند؟ گفت اونها از چشم شوهر در خلوتی زنا میکردند. شوهرها را که دور میدیدند در حال زنا را برپا میکردند، با مردهای دیگر رفت و آمد میکردند. از این خاطر این زنها را خداوند از سینه هاشان آویزان کردند. حبیب خدا را پرسید اون زنهایی که سرها سری خوک و بدنها بدنهای خر شدگی، اینها چگونه زن بودند؟ گفت اینها در دنیا به شوهرها سخن دروغ میگفتند، شوهرها را فریب میدادند. بازم این کوچه مردم کوچه را فریب میداد و سخن چینی میکرد. سخن یک زن میگرفت در پیش زن دیگر میبرد. از این خاطر خداوند با این معامله بعد با او مراسا کردند. زنهایی که مثل سگ بودند اینها چیکار کردند؟ اینها در دنیا بخیل بودند، اینها در دنیا حسد داشتند. وقتی بهبودی در خانه شوهر را میدید در همو بخیلی میکرده است، در همو حسد میورزیده است که شوهر من از دادرم دیده و از برادرم دیده بایتر است و خوشرویتر است و زیباتر است. از این خاطر خداوند این زنها را با این حیوان چیکار کرد؟ مبدل گردانید. از این خاطر من این صحبت بحر چی کرده ایستادم؟ به خاطر که خواهرهای ما بیدار شوند که حق شوهر بلند است. من نمیگویم که زنها حق ندارند. ما درباره حقوق زنها قریب 4-5 جمعه صحبت ها داشتیم که زنها چقدر حق بلند دارند. منم طرفدارم که شوهرها زنها را احترام کنند، زنها شوهرهاشون را احترام کنند. خواهرای عزیز، وقتی که تو معامله درست با شوهرت میکنی، دختر تو فردا با همون دامادی که میشود با همون مثل تو معامله میکنه. این بسیار یک تأثیر کلان دارد. در خانه اگر شوهر زبانی خوب داشته باشد، زن زبانی خوب داشته باشد، بچه ها با تربیه میشود. یکی وقتی در خانه شوهرم داشتم زنم به حرمتی که کرد، عاقبت همه فرزندای شما با کلین و با داماد شما این چنین معامله میکنند. از این خاطر بسیار خوب میشد که زنها امروز اطاعت کننده شوهر شوند. برای ما همین زنهایی که شب و روز در تلویزیون ها نشان میدهد تدای کوچه های پایتخت پر از دخترهای بی معنی شده، پر از دخترهایی که گویم امروز جامعه تاجیکستان فساد دارند. همین تاجیکستان ما پر شده است. بس است بگذارین شما زندگیتان زندگی حلال باشد، بگذارین از شما فرزندکای خوب به دنیا آید، شما آینده راحت این فرزنداتان بینید. حبیب خدا میگوید که یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها. تماشا کنین، زنی که اگر شوهرش اطاعت میکند، طلب مغفرت میکند از برای او کی طلب مغفرت؟ الطیر فی الهوا. همین آسمان در کبوترایی که میبینین، آسمان در گنجشکایی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده‌ای که نباشد، حبیب خدا میگوید اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند. بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء. برادرای عزیز، این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است؟ ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گفت همه ماهی ها در دعاشون دعا میکنه در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن. تماشا که وقتی پرنده در حق دعا میکند، ماهی در زیر آب دعا میکند، والملائکه فی السماء. حبیب خدا میگوید ملائکه هایی که در آسمانند عدد ندارند در حق زن اطاعت کننده دعا میکنند. والقمر و شمس، آفتاب و ماهتاب در حق زن اطاعت کننده دعا میکند ما دامت فی رضای زوجها. تا زمانی که زن شوهر راضی باشد در حق این زن همه آنچه که نام بردم حبیب خدا بود در حقش دعا میکنند. بسیار خوب میشود که خواهرای عزیز، نه برای دادر جنگ کن، نه برای برادر جنگ کن، نه برای خواهر جنگ کن، نه برای مادر و پدر جنگ کن. همیشه احترام شوهر تا بجا بیار. همیشه هر چیزی که نقشه که میکشد از نقشش بیرون نشو. خاطر فرزندکات،
خاطر روز قیامت، خاطر روز گویم که قبر، همه اینا را پیش چشم بیارو. خاطر هیچ کس نبین، خاطر شوهر تا ببین، شوهر تا احترام کن. اگر ما باوری دارم همین خواهر که 3 کودک دارد، از پشت همین دادر که جنجال کرده، 1 هفته در خانه همین دادر بیست، باور که همین دادر خودش از خانه پیشت میکند، میگه برای من تو در کار نیستی. این معامله رو در این حیات هممون دیدیم. همون خواهرمون که بیوه می شود، همون خواهرمون که گویم طلاق از شوهر میگیرد، هیچ کدام ما و شما روی دیدنش نداریم. هیچ کدام ما و شما آن معامله و مراسای را که شوهر با او میکند، هیچ دیگر اولاد اجداد با او نمیکند. و این خاطر به خاطر هیچ اولاد اجداد و شوهرهاتون دلسیایی نکنید. شوهرهاتون احترام کنید، به قدر شوهرهاتون رسید. یک زن آمد، خدا رحمتش کند، همون زنها را کجاست شد؟ همون زنها برای چه همون زنها دیگر تولد نمی شود؟ برای که امروز همون زوادها ویران شده. زن به منزله زواد است. زوادهای خوب بود در دورش، تولدهای خوب میکردن، فرزندهای خوب به دنیا می آوردن. برای که زنها خودشان با حیا بودن، زنها خودشان خدا ترس که بودن، فرزندهای خوب تولد میکردن. برای چی امروز مردم سوال میداد سعدی تولد نمی شود، حافظ شیرازی تولد نمی شود، ابو علی ابن سینا تولد چرا نمی شود دیگر؟ برای که زوادها ویران شدن، برای زنها بی حیا شدن، برای زنها دیگه از خدا نمی ترسن، برای اینا دیگه فرزندهای خوب خدا نمی دهند. زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار. چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که همین جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن. لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسید به کسی در کار نیست، ایو جوابنامه در نو ورقای دراز ده بالای صندوقهای دخترتان ده همین جمله را نویسید. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله است که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی، تا حال حق شوهر به جا نآوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسید تا که دختری تو با حق شوهر رسد. دخترها را شینانید. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید. در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دوگانه بازی و طلبه نگو. هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کنه. اینجا یک خط دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. این خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. و چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر. از عبیتی برآمدگی شو آمد است، از توی خانه دوگانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگد باز بلند آوازی کرده است، شوهر 3 طلاقش کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشیم که پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دوگانم میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم. انشاءالله همه شوهرها اجازت میدهند. اگر تو همرا با زبان خوش پرسی، انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون
زنهای میپرسیدگی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدن. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها چکل زنها بودند. پدرای عزیز دیر نشده است، دنیا دیگرگون نشده است، ما دیگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم.